گودزیلا لقبی که سنگینیش رو فقط یه افسانه مثل GTR میتونه به دوش بکشه. دهه 80 میلادی بود که دنیای ماشین بازی پر شده بود از غول‌های آلمانی و آمریکایی. کمپانی نیسان که اون موقع حسابی توی رقابت عقب افتاده بود، تصمیم گرفت یه برگ برنده رو کنه، یه چیزی که قوانین بازی رو عوض کنه. سال 89 میلادی نیسان یه اسطوره خلق کرد، نیسان GTR R32، ماشینی که ظاهر ساده‌ای داشت اما زیر کاپوتش یه هیولا خوابیده بود. موتور 2.6 لیتری توین توربوی 280 اسب بخاری به همراه سیستم پیشرفته AWD و تکنولوژی هایی که برای زمان خودش شبیه سفینه فضایی بودن. همین که وارد پیست میشد همه چیز تغییر میکرد. رقیباش یکی یکی حذف میشدن و رکوردها شکسته میشد. مسابقات تورینگ ژاپن تبدیل شده بود به قلمرو GTR. 29 مسابقه 29 برد. R32 اومده بود تا پادشاهی کنه. بعد از قهرمانی‌های بی‌وقفه توی ژاپن، نیسان تصمیم گرفت R32 رو به استرالیا بفرسته. مسابقات گروه A، جایی که بزرگترین برندهای دنیا توش رقابت می‌کردن. کسی انتظارش رو نداشت، اما R32 مثل یک طوفان اومد و کل پیست رو با آتیش کشید. اینجا بود که رسانه‌های استرالیایی دیگه نتونستن تحمل کنن. مجله ویلز نوشت این ماشین مثل گودزیلاست، از ژاپن اومده و داره همه حریفاشو میبله. همین جمله یه لقب جاودانه رو برای همیشه به GTR چسبوند، گودزیلا. ولی این فقط شروع افسانه بود. بعد از R32 در سال 95 میلادی نوبت به R33 رسید، سنگین‌تر ولی سریع‌تر. بعد از R33 در سال 99 میلادی R34 با تکنولوژی‌های جدیدش وحشی‌ترین GTR اون زمان شد. نمایشگر MFT، سیستم‌های کنترلی دقیق و صدایی که مو رو به تنت سیخ می‌کرد. تولید R34 تا سال 2002 ادامه پیدا کرد و در نهایت بعد از 5 سال سکوت هیولای جدیدی در سال 2007 تولید شد. نیسان GTR R35، خودرویی که به اعتقاد خیلیا انقلابی ترین و تاثیرگذارترین خودرو پرفورمنس 20 سال اخیر بوده. خودرویی که شرکت‌های دیگه‌ای مثل پورش رو مجبور کرد برای رقابت دست به کارهای برجسته تری بزنن. اما دیگه خبری از موتور RB26 نبود. یه موتور 6 سیلندر توین توربوی جدید که 565 اسب بخار قدرت داشت و رکوردها رو یکی یکی جابجا می‌کرد. ولی در نهایت یه سال بزرگ همیشه باقی موند، اینکه R35 هنوز هم همون گودزیلاست یا افسانه واقعی همون R32 بود و دیگه دورانش تموم شده.